جزانامه کتبی باید گرفته شود و او کنار گذاشته شود و باز شرایط روانی قربانی مد نظر گرفته شود. قربانی مثلا تحت فشار قرار نگیره به خاطر از اینکه صحنه را بازگو کنه، که چگونه او فرمی که ICC در اختیارشان قرار داده مثلا اون چگونه باید خانه پوری شود. این همه مسائل است که کسی که به شکل مسلکی در صحنه مستندسازی میکنه باید او را ترینینگ دیده باشه، باید او را آموزش دیده باشه. به همین دلیل یک قسمت کلان از کسایی که در قسمت مستندسازی کار میکنن همین لحظه با داخل افغانستان مثلا خود من هم در تماس هستم و مثلا زنا رو ما ترینینگ میدیم که اینا چی رقم مستندسازی کنن، جرایم را، چی جرایمی که مربوط به طالباست بر روی زنان و چی جرایمی که فعلا اتفاق میفته و یکی از طرف پاکستان است. یعنی باید افرادی که مستندسازی میکنن باید ترینینگ دیده باشن، آموزش دیده باشن تا مستندسازی از اونا به درد بخوره. به همین دلیل من گفتم که یونما و نهادهای بین المللی که مستندسازی میکنن چون معیارا رو رعایت میکنن، مستندسازی از اونا بر ما مهم است.